ساکنان کولاب میگویند شرکت شهری هنگام حساب مصرف برق اضافه نویسی میکند. مرا قرضدار کردند. این قرضهای بی‌اساس. زنجیر کریموف میگوید پول برق را دائم میپردازد. او پرداختنامه‌های 10 ساله پیش را نیز حفظ کرده است. این بار او را زیاده از 2000 سومانی قرضدار کردند. خیلی شوکی کوب که ما قرضدار میشم. جو قرضدار میشم. بابا اینا کیتنشو همه چیز هست موافق شرطنامه و کشکشو موافق قانون قاعده‌اش همش هست. زنجیر کریموف نتوانست از اداره فروش برق پاسخ بگیرد و حالا حیران است که چی کند. میبینم و مونا میتدهانی داشتم ملیسا موندگی دومانی مونا میمونم. پنشن میبینم 180 سون پنشن مون میته یک کپچول نمیشوه. برعکس او اسکر عبداللهیف توانست این مانعه ها را رخنه نموده مجرمین را به دادگاه بکشد. دعوا از این سر زد که سیم برق خانه اش را ناظران بریدند. آگاه نکرده اومده در خانه هیچ کنیست خیر همه خیلی اومدن بریدن رفتن. با او در شبکه‌های برقی شهر کولاب گفتند 563 سومانی قرضدار است. او پرداختنامه ها را نشان داد و رفتارشان را غیر قانونی نامید. به آگاهنامه به یگان چی میوین نمیسال میبرند چه ترتیبی کوریه همی که ما گفتم. اسکر عبداللهیف خود کارمند شبکه‌های برقی است و از نظام کار خوب آگاه است. او میگوید بیشتر شهروندان پول را به ناظران میدهند که مصرف را با دستگاه‌های نظارتی حساب کردند. وقتی که همی ماشین که عبور اومد و نشان دهنده را نمیبروره او را لوبوی خیلی میتونه فندش کنه فریبش کنه سومی کیلوواتو گم میشوه همی کیلوواتی بدگیره در گردن خلق میزنه. اسکر عبداللهیف بعد بی‌بررسی ماندن شکایت‌هایش از طرف اداره فروش برق شهر کولاب به دادستانی مراجعت کرد. این نهاد 2 کارمند شبکه‌های برقی کولاب را به خودسری عیبدار کرده است. نظیر بعد میروه خودسرانه میگه که شما که قرضدار کدام مدت اما 334. اسکر عبداللهیف حالا انتظار حکم دادگاه است. به قول او 10 نفر در شهر کولاب به وام شبکه‌های برقی گرفتارند. دادستانی میگوید 12 نفر به آنها مراجعت کردند. کمی آن از این روز که مشتری ها فرهنگ مراجعت را ندارند. بفهمن رفته به ارگان‌های داخلدار مراجعت کنند که همی را بیاین بسنجن ببینن. نورالله سلیموف میگوید او را شبکه‌های برقی شهر کولاب 1400 سومانی قرضدار کردند. بعد دعوایش 50% آن را کم کرده گفتند بقیه را سپارد. همان مبلغ هم برای او سوال برانگیز است. هر ماه سپرم قوازم هم کویتانسیون را میبرم حسابش میکنم نمیدونم اگه جو مگه قرض پیشینه میگه پیشینه اگه جای من نمیدونم. در شبکه‌های برقی منطقه کولاب گفتند شبکه شهری یک نهاد علاهیده است، اما ساکنان وابسته به پرداخت‌های اضافی به آنها مراجعت کردند. مثلا وقتی که میان ما علاقه میکنیم روباریت قطعی میگم چیزی است که روباریت پیشینه کرده است ما هیچ کو کردن نمیتونم. اسکر عبداللهیف که هفته‌های نزدیک دعوایش را سر اضافه نویسی کارمندان شبکه‌های برقی کولاب دادگاه بررسی خواهد کرد، می‌خواهد یک کمیسیون مخصوص برای از نو دیده برآمدن قرض مردم تأسیس یابد. اگر ما رای پیش رای ای را نگیریم کو ای همه خیلی دوام داده رفته استانیو ایو یک کمتر عدالت همی در همی شبکه‌های برق یک کمتر عدالت برقرار شود. شهر کولاب بر طبق اطلاع رسمی 150 میلیون سومانی از شبکه‌های برقی قرضدار است که 128 میلیون آن قرض مردم است.